سلام عرض میکنم خدمت کلیه دوستان و صاحبان مشاغل. امروز میخوام در مورد اساسی ترین صورت مالی یک شرکت یعنی ترازنامه صحبت کنم و این چیزی که تقریبا در عرض این 30 سال تجربه کاری خودم توی شرکت های مختلف دیدم و عرض کنم خدمتون. ببینید اکثر شرکت ها ترازنامه درست و درمونی ندارن که بخوان روش تجزیه و تحلیل انجام بدن. اکثرا یه سری نرم افزار تهیه میکنن و همین که یه مغایرت بانکی بگیرن و طرف حساباشون درست باشه به همین بسنده میکنن، در حالی که مهمترین و اساسی ترین صورت مالی یک شرکت ترازنامه هست که از روی اون میتونیم گزارشات خیلی دقیق و درستی رو استنباط کنیم و برای پیشرفت شرکت از اون استفاده کنیم. اکثر صاحبان مشاغل که ورشکست میشن علتش اینی که به ترازنامه دقت نمی کنن. ببینید ترازنامه یا همون معادله اصلی حسابداری دارایی مساوی است با بدهی به علاوه سرمایه. ما اگر 120 میلیون دارایی داشته باشیم و 120 میلیون هم بدهی داشته باشیم، سرمایه‌مون میشه چقدر؟ 0. یعنی هرچی داریم مال مردمه. و اگر توی حالت دیگه‌ای بدهی‌های ما بیشتر از دارایی‌های ما باشه، یعنی دارایی‌ها کفاف پرداخت بدهی‌ها رو نده، در این صورت به این حالت میگیم ورشکستگی. اکثر صاحبان مشاغل فکر میکنن سرمایه اونها اون کالاهایی که توی انبار دارن، در حالی که کالاهای توی انبار بهش میگیم موجودی کالا و موجودی کالا یکی از دارایی های ماست. حالا این دارایی رو با سایر دارایی ها باید جمع کنیم، همه دارایی ها جمعش به دست بیاد، از اون بدهیامون و کل بدهیامون و از وام، بدهی باز و چکایی که کشیدیم و هنوز سررسید نشد، اینا رو همه رو جمعاً از داراییامون کم کنیم، به این میگن سرمایه. و ترازنامه این سرمایه رو به ما نشون میده که آیا ما وضعمون مثبته یا زیر هستیم. حالا برای اینکه ببینیم پیشرفت کردیم یا نه، باید سرمایه‌مون رو نسبت به روز اول مقایسه کنیم ببینیم بهتر شده یا نه. خب اولا که شرکت‌ها این ترازنامه‌شون رو بهش دقت نمی‌کنن و اکثراً اقلامش با واقعیت نمیخونه. کاری که ما میکنیم میریم صورت‌های مالی شرکت رو بررسی میکنیم، عیب و ایراداشو در میاریم و برای اصلاح سیستم اقدام لازم را انجام میدیم تا یک ترازنامه درست و درمونی از وضعیت موجود شرکت به دست مدیران شرکت برسه. بعد میایم حالا روی این اقلام ترازنامه‌ای تجزیه و تحلیل انجام میدیم و راهکار مناسب برای پیشرفت شرکت رو ارائه میکنیم. این کاری هستش که ما انجام میدیم و الحمدلله توی این چند سال با یه نگاه بنده به ترازنامه متوجه میشم که وضعیت شرکت چجوری هست، کجاها ایراد داره. اکثرا اقلامشون بعضا متفاوت منفی هست و باید اصلاح بشه. بعضیاش اصلا موجودی کالایی که داره نشون میده با اون چیزی که واقعیت هست متفاوته، بانکاشون مشکل داره. ما اینا رو میایم بررسی میکنیم، اصلاح میکنیم و باعث پیشرفت شرکت میشیم.